بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد. شاه کلید مسیر بندگی صبر و استقامت در راه بندگی. کسی که تحمل نداشته باشه تو مسیر، کسی که نتونه استقامت بکنه، نمیتونه بار رو به سر منزل مقصود برسونه. به هر حال صراط سخته، همونجور که در روایات ما هستش که از صراط ادق من الشعر احد من السیف، از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر. این تعبیراتی که در روایات اومده نشان دهنده سختی راه هستش که آدم اگر بخواد مسیر بندگی رو بره، هم باید خیلی دقت بکنه، از مو باریکتر، مو شکافانه باید مسائل رو دقت بکنه که نلغزه، و هم صبور باید باشه، تحمل باید داشته باشه که راهی که مثل لبه شمشیر گاهی موقع هستش از کنار حرام داره رد میشه، راه باریک رو بتونه طی بکنه. در قرآن و در روایات ما هست که اصلا مسیر بهشت، اگه کسی میخواد برسه بهشت، از جهنم میگذره. یعنی باید از جهنم رد بشه تا تو بهشت برسه. این یه نکته خیلی مهم معرفتی داره که من خدمتتون عرض میکنم، شما عنایت بفرمایید. وقتی این آیه قرآن نازل شد، این در قرآنه، و ام منکم الا واردها، هیچ یک از شما نیست مگر اینکه وارد جهنم میشه. همه وارد جهنم میشن. و ان منکم، هیچ یک از شما نیست الا واردها، مگر اینکه وارد جهنم میشه. پیغمبر اکرم وقتی این آیه اومد گریه افتاد، گریه کردن وقتی آیه نازل شد. و به هر حال از باب این که همه باید وارد جهنم بشن، این تو قرآنه، اما همه خارج نمیشن. ورود برای همه است اما خروج برای همه نیست. چه بسا بعضی دیگه همونجا بمونن. از پیغمبر سوال کردن که یا رسول الله شما هم وارد جهنم میشی؟ پیغمبر فرمود بله، انبیا هم وارد جهنم میشن، اما جزنا و هی خامده، ما رفتیم و رد شدیم از جهنم در حالی که خاموش و سرد بود جهنم. اونا وقتی وارد جهنم میشن، جهنم اون لهیب و زفیر و شهیق نداره دیگه، برای انبیا سرده براشون. حالا همه اینا رو خدمتتون عرض خواهم کرد، متوجه خواهید شد. بنابراین این مسیری است که اگر کسی بخواد به بهشت برسه باید طی بکنه. خب سخته دیگه. من یه توضیح خدمتتون عرض بکنم در رابطه با همین مطلبی که عرض کردم در قرآن و معارف ما هستش. ببینید همه شما بزرگواران شنیدید و درست هم هست که صراط از رو جهنم رد میشه. از رو جهنم، ببینید همه باید وارد جهنم بشن دیگه. صراط از، بلکه طبق همین آیه بعضی از بزرگان ما گفتن نه، صراط از روی جهنم رد نمیشه، از توی جهنم رد میشه. یعنی باید وارد جهنم بشی. این آیه هم طبق تفسیر مشهور همین رو میگه که باید از توی جهنم. پس اون صراطی که گفته میشه از متن جهنم میگذره، از توی جهنم میگذره. خب داستان چی هستش؟ ببینید من خدمتتون عرض بکنم، هر چیزی که تو عالم آخرت میگذره باطن همین عالم دنیاست. این عالم دنیا این ور سکه است که شما یه ظاهری میبینی، تو عالم آخرت باطن و اون حقیقت کار برات آشکار میشه. ببینید همه ما میدونیم الان مسیری که هر یکی از ما به سمت خدا داره، اگر کسی میخواد به سمت خداوند متعال بره، اون مسیر یه راه مثل راه اسفالت و راه جاده هایی که بیرون از ما باشه که نیست. اینجور نیست که مثلا فرض کنید یه جاده بیرون هست و آخرش به خدا میرسه. نه خیر، این جاده هایی که بیرونه همش مال دنیاست و آخرش میرسه به دنیا. حتی شما اگه یه فرض کنید به عنوان مثال یک موشک فضاپیما هم سوار بشی، میلیون ها سال نوری هم اگر بری، بازم تو عالم دنیایی با اون وسیله و ابزار. هر جا هم که بری آخرش باز دنیاست. اینجوری نیست که ما فکر کنیم راه خدا یک راه مکانیه. مگه خدا نعوذ بالله توی مکان نشسته که ما بخوایم آخرش توی مسیر مکانی بریم
و فرسنگ ها مثلا طی بکنیم تا آخرش برسیم به خدا. پس اون جاده و صراط بیرون نیست، یه چیزی نیست در بیرون ما که مثلا آخرش به خدا برسه، نه خیر، صراط در درون ماست. یعنی ببینید شما تو درونتون باید یک راهی رو تو باطنتون طی بکنید، مراقب باشید، مواظب باشید که روح قوی بشه، اعمالی رو انجام بدید، این روح قرب به خدا پیدا کنه. یعنی تو عالم باطن باید این اتفاق بیفته. صراط در درون ما هست، باطن و روح ما هست که باید رشد بکنه، باید بره بالا، باید حرکت بکنه. ببینید باید طی مسیر بکنه. اما اون مسیری که روح ما طی میکنه مسیر مکانی نیست، مسیری هستش که اینجوری نیست که ما مثلا فرض کنید عرض کردم میلیون ها سال نوری بریم به خدا برسیم، یا مثلا زمانی نیست که اگر ما صدها سال بگذره بعدش این صدها سال رو طی کنیم آخرش به خدا میرسیم. نه، مسیر نه زمانی نه مکانی. تو عالم مجردات که فوق زمان و مکان هست یه اتفاق رخ میده. روح ما که مجرده، مادی اصلا نیست، اصلا مکانی رو قرار نیست طی بکنه، زمانی رو قرار نیست طی بکنه. روح باید قوی بشه، قرب به خدا پیدا کنه. پس در درون ما باید اتفاقی بیفته. این مسیر و صراط در درون ماست که روح باید رشد بکنه. آلودگی ها رو باید بذاره کنار، پستی ها رو باید بذاره کنار، گناهان رو باید بذاره کنار. رشد روح به اینه دیگه، واجبات و اعمال رو انجام بده، بندگی خدا رو بکنه. هرچی این کار رو بکنه پاکتر، نورانیتر، سنخیتش با خدا بیشتر، با خداوند متعال که دیگه قدوس و پاکی بی نهایت داره. وقتی آلودگی ها کنار بره، پاکی ها بیشتر بشه، سنخیت با خدا بیشتر میشه، قرب به خدا پیدا میکنه. این روح شبیهتر میشه صفاتش به صفات خدا، نزدیکتر میشه به خدا. اینجوری هستش اون مسیر و صراط اینه.